وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستید شاد و صحت و سلامت باشید. ما بار دیگر برگشتیم با برنامه زلال ایمان خدمت شما هستیم. همکار عزیزم استاد سلیمانی عزیز را بار دیگر کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت استاد بزرگوار استاد سلیمانی عزیز تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادر عزیزم استاد رحیمی عزیز و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و الله رو سپاسگزارم که به فرموده شما بار دیگر بازگشتیم بعد از حدود 2 هفته دوری از سروران عزیز که من در ابتدا پوزش می‌طلبم به خاطر این کوتاهی که از طرف بنده صورت گرفت و به خاطر کسالت جسمی که بود. امیدوارم که انشاءالله دعای خیر بینندگان عزیز همراه ما باشه همیشه که این مورد دیگه تکرار نشه ان شاء الله. جزاکم الله خیرا. بیننده های عزیز، البته میفهمید در برنامه زلال ایمان ما به موضوعات ایمانی آغاز کردیم. موضوع ایمان را آغاز کردیم، در تعریف ایمان صحبت های داشتیم و سپس ارکان ششگانه ایمان را ذکر کردیم که ایمان دارای 6 رکن می باشد که ایمان به الله، ایمان به ملائکه، به پیامبران، به کتاب های آسمانی، همچنان به روز آخرت و به تقدیر. رکن اول از ارکان ایمان به الله متعال بود. ما از هفته ها و در برنامه های متعدد روی این رکن صحبت های کردیم در مورد شناخت الله متعال و سپس اقسام توحید، در مورد توحید الوهیت، توحید ربوبیت صحبت های داشتیم. البته در برنامه های گذشته در مورد اسما و صفات ما صحبت خود را آغاز کردیم که الحمدلله به بعضی از اسماء حسنای الله متعال پرداختیم، از جمله لفظ جلاله یا اسم اعظمی از اسماء الله متعال که الله است رویش صحبت کردیم و همچنان در مورد 2 اسم بزرگ و 2 اسم از اسماء حسنای الله متعال که الرحمن و الرحیم هستند بحث داشتیم. حالا نمیدانم که جناب استاد سلیمانی عزیز به صفات میپردازند یا اسمهای دیگری هم دارن صحبت میکنن. چی میخواید بگویید امروز؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. امروز هم به همراه شما و بینندگان عزیز در برنامه پیش رویمون در امتداد موضوع اسماء الله متعال و صفات الله متعال که به هر حال وقتی که میگیم اسما یعنی هر اسمی متضمن یک صفتی است. دقیقاً. وقتی که صحبت از اسم میشه حتما صفت و یا صفاتی حتی در یک اسم نهفته است. همون منهجی رو که خود الله متعال به همون به هر ترتیبی رو که الله متعال در کلام پاکش برای ما در نظر گرفته به همون شکل پیش میریم. ما در ابتدای این موضوع به بسم الله الرحمن الرحیم اشاره کردیم و دیدیم که از اونجایی که الله متعال کتابش رو با این تعبیر آغاز فرموده بود، ما هم لفظ جلاله الله رو و همچنین لفظ الرحمن و الرحیم رو، اسم الرحمن و الرحیم رو که متضمن صفت رحمت برای الله متعال بود اشاره کردیم بهش و بهش پرداختیم. اگر به همراه شما ادامه بدیم همین تعبیر رو یعنی بسم الله الرحمن الرحیم رو در ابتدای قرآن کریم، میبینیم که بعد از اون در ابتدای قرآن کریم در ابتدای سوره مبارکه حمد ما به تعبیر چی میخوریم؟ الحمدلله رب العالمین. الحمد ستایش و تمجید و تمام ستایش ها و تمام تمجید ها و بهترین ستایش ها و تمجید ها از آن الله است. رب العالمین، اون اللهی که رب عالمیان است. الله متعال بعد از اینکه لفظ جلاله الله رو در ابتدای سوره مبارکه حمد برای خود اثبات میکنه و نام مبارک الله رو
بعد از او یک اسم دیگر برای خود اثبات میکنه و اون الرب هست، درست. با تعبیر رب العالمین. ما امروز میخوایم در این برنامه درباره این عنوان صحبت بکنیم، رب العالمین، درست. و یا به صورت خصوص‌تر و خاص‌تر درباره اسم الرب. درست. اسم الرب برای الله متعال که الله متعال این اسم رو برای خودش انتخاب کرده و برای ما معرفی کرده و اهمیت این اسم از اینجا هست که همونطوری که خود این اسم دیدیم که در ابتدای قرآن کریم ذکر شد، یعنی الله متعال وقتی خود کلام خودش رو آغاز میکنه برای ما چی کار میکنه؟ اول میاد وقتی که سوره مبارکه حمد آغاز میشه که به هر حال مهمترین سوره قرآن کریم هست و بسیاری از علما نظرشون این هست که این سوره حتی کل بعد از سوره حمد، یعنی از ابتدای سوره مبارکه بقره تا انتهای سوره ناس خلاصه و چکیده سوره حمد هست و اهمیت سوره حمد همینقدر کافی است و تفسیر سوره حمد است بعد از سوره مبارکه حمد تا پایان قرآن، یعنی کل قرآن کریم تفسیر حمد است و هم خلاصه و چکیده کل قرآن کریم. درست. و باز می‌بینیم که در سوره مبارکه حمد الله متعال از اهمیت حمد همینقدر کافی است که ما در هر رکعت نماز تنها سوره‌ای است که خواندنش واجب هست، یعنی در هر رکعت نماز بلا استثنا باید خوانده بشه. در همین سوره الله متعال بعد از اینکه آغاز میکنه سوره رو الحمدلله، حمد و ستایش برای الله متعال است که ما درباره لفظ جلاله صحبت کردیم. بله. بعد از اون میفهمد رب الرب رب العالمین و عجیب است که ابتدای اولین سوره قرآن کریم با این تعبیر آغاز میشه و آخرین سوره قرآن کریم هم باز سوره ناس که هست قل اعوذ برب الناس، باز کلمه رب اونجا ذکر میشه. اینجا هم وقتی که الله متعال در ابتدا آمد قل الحمدلله رب العالمین، پروردگار جهانیان، رب العالمین اومد که دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد. رب العالمین و تعبیرش در پایان سوره، در پایان قرآن کریم هم باز در سوره ناس، آغاز سوره ناس که ابتدا یعنی ابتدای قرآن و انتهای قرآن، باز می‌بینیم که کلمه رب پررنگه. قل اعوذ برب الناس، حتی قبلش قل اعوذ برب الفلق. کلمه رب در ابتدای قرآن و در انتهای قرآن خیلی پررنگه و در خلال آیات قرآن کریم هم حتی وقتی که ما به اسم رب و کلمه رب میپردازیم و نگاه میکنیم، بیش از 900 مرتبه در قرآن کریم، بیش از 900 مرتبه در قرآن کریم اسم رب ذکر شده. یعنی اگر مقایسه بکنیم نسبت به صفحات قرآن کریم که 604 صفحه حداقل مثلا در مصحف عثمان طاها هست، مصحف عثمان طاها که معروف تر هست به مصحف بین المللی قرآن جهان اسلام معرفی شده فعلا، در هر صفحه دیگه میشه گفت یک بار هم حتی بیشتر از یک بار در هر صفحه ما در هر صفحه یعنی ما در هر دو صفحه 3 بار میبینیم که حداقل مثلا میانگین این اسم تکرار میشه و این نشان از اهمیت این اسم داره و این نشان از این موضوع داره که این اسم برای الله متعال و برای ما حتی نه تنها برای الله متعال به هر حال این اسم بسیار عظیمی است و برخی از مفسرین و بسیاری از محدثین آمدن و گفتن که این اسم از مهمترین اسمهای الله تعالی است و علامه ابن قیم جوزی تعبیر بسیار زیبایی دارد که میفهمد این اسم در برگیرنده تمام اسما و صفات الله متعال است و این اسم یعنی کلمه الرب. به همین خاطر میبینیم که الله متعال در ابتدای قرآن کریم موضوع کلمه الرب رو ذکر میکنه، اسم الرب رو، صفت الرب، اسم الرب رو که متضمن صفاتی است و رب العالمین. این تعبیر در ابتدای قرآن کریم بسیار پررنگ است که انشاءالله موضوع برنامه امروز ما خواهد بود. انشاءالله. تشکر، سلامت باشید. پس بیننده های عزیز، قسمی که جناب استاد سلیمانی عزیز عرض کردن، موضوع این هفته ما در مورد یکی دیگر از اسماء حسنای الله متعال، یکی از مهمترین و اعظمترین اسمای الله متعال که الرب هست و گفتن در قرآن کریم بیش از 900 مرتبه این اسم وارد شده است که دلالت بر اهمیت ویژه این اسم می کند. استاد سلیمانی عزیز، حالا که از الرب یا اسم الرب که یکی از اسمای حسنای الله متعال صحبت می کنید، میشه برای ما الرب یا رب العالمین را معنا کنید. الرب یعنی چی؟ فارسی ساده تر اگر ما بفهمیم که چی است. رب، ما وقتی که به ترجمه تحت لفظی کلمه رب بپردازیم،
رب در لغت عرب به معنی‌های مختلف، معانی مختلفی استفاده میشه درست. در ادبیات عرب. چون تعبیر کلمه عربی است، به هر حال طبیعتا ما باید برگردیم به لغت عرب و ببینیم که در فرهنگ عرب و لغت عرب به چه معنی است. کلمه رب در لغت عرب به معانی مختلفی استفاده میشه و مشهورترین و مهمترین کلمه تعبیری که استفاده میشه برای رب، موضوع رب، کلمه رب به معنای مربی هست که مربی هم خودش باز از رب و مربی از اصل مصدر تربیه گرفته میشه. تربیت. مربی به معنای کسی است که تربیت میکنه. به تعبیر خیلی ساده تر ما در فارسی هم استفاده میکنیم. این تعبیر رو ما در فارسی هم داریم که میگیم مربی مثلا فلان سن علم هست، مربی آموزشی، مربی کسی که تربیت میکنه. مربی معنی کسی که تربیت میکنه. رب در یک لغت معنای مربی هست، کسی که تربیت میکنه لحظه به لحظه، از کسی که غیر خود رو تربیت میکنه، که کسی که غیر خود رو پرورش میده. درست. و اون رو رشد میده لحظه به لحظه. ما ببینیم میگه مربی. درست. این معنی مربی است و یکی از کلمه‌های رب هست و میبینیم که در قرآن کریم به این تعبیر استفاده میشه. اونجایی که فرعون خطاب به موسی علیه السلام میگوید که الم نربک فینا ولیدا، وقتی که میخواد منت بگذاره بر موسی علیه السلام، وقتی که رسالتش رو آغاز کرده، برگشته پیش فرعون بعد از حکایتش، رفتنش پیش شعیب علیه السلام و ازدواج دختر شعیب علیه السلام، و وقتی که برمیگرده فرعون، وقتی که ابتدای خطاب شروع میشه، ابتدای دعوت، خطاب به موسی علیه السلام میگه الم نربک، آیا من تو رو تربیت نکردم فینا ولیدن، در حالی که بچه‌ای بودی، طفلی بودی، ولدی بودی و من تو رو تربیت نکردم. این به معنای اینجا مراد منظور از کلمه رب اینجا نربک یعنی که تربیت کردن. پس یکی از معانی کلمه رب به معنای تربیت هست و مربی هم از همین باب هست. معنی پرورش دهنده. یعنی پرورش دهنده. درست. موضوع دوم، معنای دومی که استفاده میشه کلمه رب به معنای مالک هست. مالک یک چیز، صاحب یک چیز. درست. و غالبا این تعبیر با اضافه استفاده میشه، یعنی اضافه شدن کلمه رب به یک تعبیر دیگه، یعنی به تنهایی. غالبا وقتی که میاد میگه مالک یک شی، مثلا میگیم رب الابل، در عربی این تعبیر استفاده میشه، رب الابل. ما در حکایت حمله ابرهه به کعبه داریم که عبدالمطلب جد رسول صلی الله علیه و سلم وقتی پیشش رفتن و گفتن که شما بیا و جلوی اینها رو بگیر، گفت که انا رب الابل وللبیت رب یحمیه. و موقعی که شترهاشو در بین راه لشکر ابرهه 200 شترهاشو برده بودن، برفت از ابرهه شترهای خودش رو طلب کرد که لشکرت شترهای من گرفتن. تعجب کرد، تو الان سردار مکه‌ای و باید حامی کعبه باشی، تو اومدی شترهاتو از من طلب می‌کنی، من می‌خوام برم کعبه شما رو خراب کنم. اون در پاسخ گفت انا رب الابل، من صاحب شترها هستم، ولی البیت رب سیحمیه. و در یک تعبیر یحمیه، اون خانه برای خودش صاحبی داره، کعبه صاحبی داره و اون حمایتش میکنه، من صاحب این شترها هستم. رب البیت مثلا گفته میشه صاحب خانه. رب الابل و در احادیث رسول صلی الله علیه و سلم شبیه این تعبیر رو ما داریم که اینجا مراد از کلمه رب اینجا چی هست؟ صاحب و مالک هست. اینجا به معنای صاحب و مالک استفاده میشه. معنی دیگری هم کلمه رب داره. همین تعبیر در سوره قریش هم که اومده به همین معنا میباشد، فلیعبدوا رب هذا البیت. رب هذا البیت هم اینجا یکی از معانی رب هذا البیت یعنی مالک این خانه و صاحب این خانه. درست. الان معنی دیگری هم باز کلمه رب داره، به جز معنای مربی، پرورش دهنده و معنای مالک و صاحب، معنای سومی هم داره که معنی رب در لغت عرب معنای کسی که مورد اطاعت قرار میگیره، المطاع به تعبیر عربیش، یعنی کسی که مورد اطاعت قرار میگیره. سید المطاع هم میگن مثلا این تعبیر. کسی که مورد اطاعت قرار میگیره به اون رب هم گفته میشه در عربی. ما مثالش رو در قرآن کریم هم داریم که الله متعال وقتی که دو تا زندانی که در زندان با یوسف علیه السلام بودن و خوابهای خود رو تعبیر کردن و اون کسی که خواب دیده بود که انگورها رو آب میگیره و شراب درست میکنه، خطاب به اون یوسف علیه السلام فرمود اما احدکما فیسقی ربه خمرا. اما اون کسی که از شما خواب دیده بود که انگور رو خواب میبینه، اون مینوشاند ربش، تعبیر اینجا اومده ربه خمرا، شراب مینوشانه بعداً به اینجا معنای سردار خودش، معنای کسی که مورد اطاعت قرار میگیره، یعنی سردارت رو اونجا شما میری و بهش خدمت میکنی، ساقی پادشاه میشه. درست. معنی دیگری هم باز در که معنای عامترش هست استفاده میشه که معنای معبود هست. رب به معنای معبود. رب به معنای معبود هست که این معنا دیگه اینجا بیشتر
معنای از معنای لغوی هم به هر حال این معنا در برگیرنده همه معنی اولی هست، یعنی معنی هم معنی قسمت بحث تربیت و مربی هست، هم معنی مالک هست، هم معنی صاحب هست. اینها معنی لغوی هست. وقتی که رب استفاده میشه، کلمه رب و خود رب وقتی که اضافه میشه برای غیر الله متعال هم استفاده میشه به شرط اضافه شدن. گفتیم مثل رب البیت، رب الابل. و اما خود الف و لام وقتی که میاد، الرب وقتی که اطلاق میشه، اسم الرب خاص الله متعال است و برای غیر الله متعال اصلا به هیچ عنوان استفاده نمیشه. درست. و تعبیر رب العالمین باز وقتی که میاد، رب العالمین باز اونجا دیگه اینجا معنی اصطلاحی مراد هست که معنای لغویش دیگه فراتر میره و غالبا در قرآن کریم هم که ما وقتی که استفاده میکنیم معنی الرب رو اینجا معانی تحت لفظی زیاد اونقدر مراد نیست که معنای اصطلاحی که در قرآن کریم هست بیشتر مد نظر ماست. درست. شما گفتن که رب یا کلمه رب در لغت عربی برای این معانی که ذکر کردین که به معنای پرورش دهنده یا مربی، به معنای سید، مالک و چیزی معبود گفتین، چیز چهارم معنای سید مطاع، سید مالک مطاع و معبود. حالا تعبیراتی که برای الله متعال در قرآن کریم رب استعمال شده مثل رب العالمین و غیره، آیات های زیادی که می آید، اونجا رب شامل کدام این یکی از معانی لغوی می باشد؟ ما وقتی که در قرآن کریم الله متعال معنی رب را استفاده میکنه، مثلا همین تعبیری که ما در ابتدای سوره مبارکه هم داریم رب العالمین که ما عنوان برنامه‌مون رو انتخاب کردیم با این اسم، با این عنوان، اینجا رب معنایی که رب داره اینجا همین اون معانی رو در بر میگیره. درست. در معانی لفظی، یعنی همه معانی لفظی رب به صورت لفظی وقتی که ما ذکر کردیم اینجا هم معنی مربی هست، هم معنی مالک هست، هم معنی سید مطاع هست و هم معنی معبود هست و بلکه بیشتر از این. و این معنی رو ما از کجا میاریم پیدا میکنیم؟ از خلال خود آیات قرآن کریم. وقتی که الله متعال کلمه رب رو استفاده میکنه، تعبیر رب العالمین رو ما شرح این رو در کجا داریم؟ شرح این رو ما در آیات دیگر داریم. رب العالمین، خود عالمین رو اگر بخوام تحت لفظی توضیح بدیم، عالمین جمع عالم هست. عالم یعنی یک دنیا. عالم به تعبیر خیلی فارسی ساده ترمون دنیا. درست. عالمین جمع عالمه، یعنی عالمها، دنیاها. درست. دنیاها یعنی چی؟ یعنی دنیا، مثلا ما میگیم عالم انس، دنیای انسان ها، عالم جن، دنیای جنیات، جنها، عالم پرندگان، عالم خزندگان، عالم چرندگان، عالم درندگان، عالم دیگه هر چیزی که از گیاهان هست، از جنبندگان هست، عالم ستارگان، عالم آسمان، اینها همه عالم فرشتگان، همه اینها هر کدوم یک عالمند. یعنی هر چیزی که غیر الله تعالی است در جو عالمین داخله. درست. غیر الله تعالی، تمام مخلوقات الله متعال در عالمین داخلن. رب العالمین یعنی پروردگار کل جهان. حالا ما میگیم پروردگار، در فارسی غالبا رب برای پروردگار استفاده میشه، اما اون حق و حقیقت اصل معنای کلمه رو ما نمیتونیم در فارسی برای یک تعبیر ترجمه عرب رو با یک جمله، با یک کلمه خلاصه بکنیم، چون معنا خیلی فراتر از اینه. اما چون رب یکی از معانیش گفتیم موضوع مربی بود، در فارسی وقتی که ترجمه تحت لفظی میشه همون پروردگار، یعنی کسی که تربیت میکنه، از پروریدن یعنی تربیت کردن استفاده میشه. اما در قرآن کریم اگر بیایم ببینیم که قرآن کریم کلمه رب رو چی برای ما ترجمه کرد، به عنوان مثال ما گفتیم که 900 مرتبه این تعبیر ذکر شده که نمیتونیم که کل شما بخوایم 900 باشه رو ذکر بکنیم، چندین برنامه نیاز داریم تا بخوایم همه اینها رو یکی یکی بررسی بکنیم. اما عنوان نمونه اگر معانی رب رو در قرآن کریم میخوایم بررسی بکنیم، ما در سوره مبارکه بقره، در ابتدای خود سوره مبارکه بقره اولین تعبیری که داریم یا ایها الناس، اولین خطاب قرآن کریم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم پروردگارتون رو بپرستید، ربتون رو. حالا اجازه بدید من رب رو اینجا پروردگار ترجمه نکنم تا اون حق معنای اصلی رو خودمون درک بکنیم. درست. بپرستید ربتون رو، الذی خلقکم. ببینید اولین چیزی که الله متعال، اولین صفتی که الله متعال برای شرح معنای رب برای ما بیان میکنه در ابتدای سوره مبارکه بقره در آیه 21، یعنی اولین خطاب قرآنی، اعبدوا ربکم، بپرستید ربتون را، الذی خلقکم والذین من قبلکم،
اون کسی که شما رو خلق کرده و قبل شما رو هم خلق کرده. خلق کردن یکی از معانی ربه. رب، ما وقتی که رب صحبت میکنیم، رب برای الله متعال وقتی که استفاده میشه یکی از معانیش اینه که اولا خالقه. خدای ما الله تعالی رب ماست، یعنی خالق ماست. درست. اول ما رو خلق میکنه. اول الله متعال ما رو خلق کرده. خلقکم والذین من قبلکم، هم شما رو هم کسانی که قبل از شما بودن. در آیه 54 سوره مبارکه اعراف ما باز الله متعال رب رو باز بیشتر معرفی میکنه برای ما. ان ربکم، همانا رب شما کیست؟ الذی ان ربکم الله، رب شما الله است. اون اللهی که الذی خلق السماوات. ان ربکم الله الذی خلق السماوات، اون پروردگاری که آسمان ها رو خلق کرده و زمین رو خلق کرده، سپس بر عرش مستوی شده. من ترجمهش رو میخونم به خاطر اینکه وقت بیشتر گرفته نشه. و سخر الشمس والقمر و یغشی اللیل النهار، لیل و نهار رو خلق کرده. و سخر الشمس والقمر، من بخشهایی از آیه رو اشاره میکنم. و سخر الشمس والقمر، شمس و قمر رو برای شما مسخر کرده. الا له الخلق والامر، به آفرینش آسمان، به زمین، به عرش، به روز، به شب، به ماه، خورشید، اینا ما نمونه ذکر میکنن الله تعالی. رب کسی است که اینها رو خلق کرده. الا له الخلق، یعنی کلام هر چی خلقت هست مال رب هست. درست. رب یعنی خالق. والامر، الا له الخلق والامر، هم خالقه هم امر به دست اوست. ببینید دو تا صفت بسیار مهمه در معنی رب، دو موضوع بسیار مهمه که در این آیه 54 سوره مبارکه اعراف الله متعال برای ما به صورت تأکید ذکر میکنه. الا، آگاه باشید، به هوش باشید که له، خاص برای اوست، الخلق والامر، خلق و امر فقط از آن الله متعال است. تبارک الله رب العالمین. ببینیم باز اول آیه فرمود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، بعد ادامهش در پایان هم باز فرمود تبارک الله رب العالمین. همین رب العالمینی که ما گفتیم در ابتدای سوره مبارکه الحمدلله رب العالمین، اونجا الله متعال برای ما شعر داد که الا له الخلق والامر، خلق و امر. الله متعال خلق کل آسمان ها و زمین، خلقت آسمان ها و زمین به دست الله تعالی است. وقتی میگیم الله تعالی اسم الرب یعنی چی؟ یعنی ذاتی که خالق است، یعنی ذاتی که تمام آسمان ها و زمین رو خلق کرده. نه تنها خالقه، الا له الخلق والامر، خلق میکنه، بعد از اینکه خلق کرد امر تمام مخلوقات به دست اوست. یعنی چی؟ یعنی تمام مخلوقات رو تدبیر میکنه، متصرف در امور عالم هست. الله متعال متصرف در امور عالم است. رب یعنی خالق، الله متعال خالقه یعنی متصرف در امور عالمه. تربیت میکنه یعنی چی؟ الله متعال اولا خلق میکنه. تربیت الله متعال، وقتی که میگیم الله متعال، یکی از معنای لغوی رب گفتیم مربی است. مربی بودن الله متعال با انسان ها فرقش در اینه، انسان ها یک موجودی پیششون هست، همین رو یک چیزایی بهش یاد میدن، تربیتش میکنن، بهش برخی از شؤونش رسیدگی میکنه. الله متعال خودش خلق میکنه. بعد از اینکه خلق کرد خودش ول نمیکنه همینطور آسمان و زمین رو و انسان ها و موجودات رو، عالمیان رو، رب العالمین، ذره ذره عالم رو، انسان ها رو، جن ها رو، تمام جنبندگان رو، تمام گیاهان رو، تمام آسمان ها رو، تمام آنچه که در زمین هست، تمام ستارگان رو، هر آن چیزی که وجود داره. درست. الله متعال اینها رو، تمام مخلوقات رو خلق کرده و همه اینها رو چه میکنه؟ لحظه به لحظه به امور اینها رسیدگی میکنه. له الخلق والامر، امر و خلق و امر، این همین محتوا رو ما از زبان موسی علیه السلام در گفتگوی با فرعون و فرعونیان باز داریم. اونجایی که موسی علیه السلام در سوره مبارکه طه وقتی که گفت قال فمن ربکما یا موسی و هارون علیهم السلام رفتن پیش فرعون درباره رب صحبت میکنن که ایمان بیار برم. خطاب به موسی، فرعونی که خودش رو میگفت انا ربکم. ببینید این کلمه رب چه جاهایی تکرار میشه. میگفت انا ربکم الاعلی، رب اعلی شما منم.
اون ربی که من همه کاره شمام. اونجا خودشون اینجا معنای مالک، من مالک شما، من آقای شما، من سردار شما، من سید مطاع شما. و حتی باز کلمه رب رو برای موسی علیه السلام هم استفاده کرد. الم نربک فینا ولیدا، من نبودم که تو رو تربیت کردم. این احساس میکرد که من همه کارم، من آقا، من سردارم، من تربیت میکنم. فمن وقتی که اونها گفتن که بیا ایمان بیار بر رب آسمان ها و زمین، اون وقتی میگن ایمان بیار یعنی تو رب نیستی، کسی دیگه ربه. گفت فمن ربکم یا موسی، اگه من رب شما نیستم فمن ربکم یا موسی، رب تو و هارون کیه که ای موسی؟ الان موسی علیه السلام معنی رب رو برای ما معرفی میکنه. الله متعال میخواد معنی رب رو به ما بفهمونه از زبان موسی علیه السلام. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، در آیت 49 و 50 سوره مبارکه طه. خدای ما، رب ما، نگیم خدا، رب ما کسی است که اعطا کل شیء خلقه، هر چیزی رو خلق کرده، ثم خلق نکرده همینجوری ولشون کنه که ثم هدى، به اونها راه زندگیشون رو یاد داده. انسان رو خلق کرده، بهش یاد داده که چطور زندگی بکنه، راه حق رو، راه باطل رو بهش نشون داده، کتاب فرستاده. حتی در فطرت ما به گونه‌ای طفل وقتی که به دنیا میاد میفهمه که چطور باید شیر بخوره. کی بهش گفته که بعد چطور سینه مادر رو به دهن بگیره؟ کی گفته بعد گریه بکنه؟ کی گفته که سینه مادر رو که به دهن گرفتی بعد بمکیش؟ کی گفته بهش؟ این همین این صفت هداست. این بخشی از صفت ربه. مربی یعنی این تربیت میکنه. ربوبیت الله متعال، ما وقتی که میگیم رب یعنی ربوبیت. رب برای الله متعال یعنی ربوبیت الله تعالی. ربوبیت الله تعالی یعنی چی؟ ربوبیت فقط تنها این نیست که الله متعال تربیت میکنه. الله متعال خلق میکنه قبل از اینکه تربیت بکنه. الله متعال خالقه. اعطا کل شیء خلقه ثم هدى، خلق میکنه. بعد از اینکه خلق متصرف در امور عالم هست. الله تعالی معنی رب خالقه، متصرف در امور عالم هست، تدبیر همه امور عالم رو به دست داره. الا له الخلق والامر، و امور عالم به دستشه و اونه که مرگ و زندگی میده. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، مرگ من، عبادت من، نماز من، قربانی های من و مرگ و زندگی من، بگوی پیامبر اینا همه به دست الله است. کیه این الله؟ رب العالمین، لله رب العالمین. ببینیم رب العالمین الله تعالی چطور به ما معرفی میکنه در آیه 162 سوره مبارکه انعام. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، محیا و ممات من به دست کیه؟ به دست رب منه، لله، اون اللهی که رب العالمین. پس رب العالمین، ببینید اینها رو اگه کنار هم بذاریم، در همه این آیات ما رب العالمین داشتیم دیگه، در آیه 54 اعراف، در این آیه 162 سوره مبارکه انعام و اونجایی که موسی علیه السلام وقتی که صحبت کرد رب رو بر ما معرفی کرد. رب خالقه، رب متصرف در امور عالمه، رب الرب به صورت خصوص، الرب الله متعال، رب العالمین. تمام عالمیان رو الله خلق کرد، تمام انبیا، تمام اولیا، تمام فرشتگان، تمام آسمان ها و زمین رو الله خلق کرده. اینا مخلوقات الله و نیاز دارن به هدایت الله. اعطا کل شیء خلقه ثم هدى. انبیا، اولیا، تمام فرشتگان، آسمان ها و زمین نیازمند و محتاج الله تعالی. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه ما نیازمند به الله تعالی، همه ما بلا استثناء. یا ایها الناس، تمام انسان ها، من که تمام آسمان ها و زمین، تمام آسمان ها و زمین، آسمان، زمین، فرشتگان، انسان ها، پیامبران، اولیای الهی. کلمه رب چرا مهمه؟ خیلی مهمه. کلمه رب به این خاطر مهمه که ربوبیت الله تعالی، که شناخت رب بودن الله تعالی مقدمه الوهیت الله تعالی است. که الان ما اگر در الالوهیت، در عبادت الله متعال دچار مشکل شدن، عده‌ای به شرک رفتن چون ربوبیت رو نفهمیدن، دقیقا. چون الرب رو نشناختن، چون رب رو نفهمیدن، مثل فرعون میگفتن انا ربکم الاعلی، رب العالمین رو نفهمیدن، یا فکر میکردن که غیر از الله متعال هم کسانی هستن که خالق در عالمن، متصرف در عالمن، محیی و ممیت هستن، محیا و ممات به دست اونها، زندگی و مرگ به دست اونهاست و اونها در امور عالم نقش دارن.
اختیار آسمان دستشونه، اختیار زمین دستشونه، کره زمین دستشونه، میبخشن، شفا میدن، زندگی میدن، حیات میدن، مرگ میدن، متصرف در امور عالمن. اینها معانی الرب، اینها همه صفات رب العالمینه، اینها همه صفات الرب که 900 بار در قرآن کریم این همه تکرار میشه. چرا الله متعال در اولین خطاب قرآن کریم میفهمد یا ایها الناس، همه مردم، ای مردم، اعبدوا ربکم؟ چرا میفهمد اعبدوا ربکم؟ چرا میفهمد نمیفهمد اعبدوا الله؟ چرا نمیفهمد؟ چرا صفت الرب رو ذکر میکنه؟ چرا اسم الرب رو میاره؟ چون غیر از الله متعال خالقی نیست. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، در آیه 86 سوره مبارکه مؤمنون. بپرس از مشرکین مکه کیه که رب، خالق، متصرف، اختیار امور آسمان و زمین دستشه، آسمان های هفتگانه. و من رب، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. رب عرش کیه؟ خالق عرش، اختیاردار عرش، صاحب عرش، متصرف در امور عرش، ایجاد کننده عرش، از بین برنده عرش کیه؟ و آسمان ها و زمین. سیقولون لله قل من رب السماوات والارض قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون الله. خواهند گفت الله متعال. پس سیقولون الله، پس حتما خواهند گفت الله. قل افلا تتقون، بگو پس چرا تقوا پیشه نمی کنید؟ چرا الله متعال میاد رب رو مطرح میکنه؟ چون اگر کسی بیاد بگه که فلانی خالق آسمان ها و زمینه، خب دیگه خلاصه دیگه، این دیگه اصلا دیگه نمیتونه ادعای توحید بکنه. چون الله متعال رو این کسی که میگه غیر الله متعال هم خالق هست، مالک هست، متصرف هست در امور عالم، این دیگه نشناخته. الله متعال ربوبیت رو مطرح میکنه، چون ربوبیت اظهر من الشمسه، چون معانی الرب حتی ابو جهل هم بهش اعتراف داشت، حتی ابو لهب هم بهش اعتراف داشت، حتی کسانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ بودن هم باهاش اعتراف داشتن. معانی الرب، رب یعنی خالق، رب یعنی مالک، رب یعنی متصرف در امور عالم. رب، الرب یعنی کسی که الله متعال ما رو خلق میکنه، در همون معنی مربیش، در همون ربوبیت، در همون تربیت، در همون مالک، همون معنی لفظی که گفتیم همش اینجاست. سید متعال، الله متعالی که ما رو خلق کرده و ما رو تربیت میکنه. وقتی که در شکم، وقتی که یک نطفه‌ای بودیم، الم یک نطفه من منی یمنا، اون یک نطفه جهنده بدبویی که بودیم، الله تعالی ما رو در رحم مادر قرار داد، بعد از اون ما رو تربیت کرد، اونجا ما رو خلق کرد، ما رو رسیدگی کرد، ما رو تربیت کرد. تمام جزء بدن ما رو کی در اون کیسه ای از خون داشت میساخت؟ کی داشت میساخت؟ الرب، اونی که از همونجا ما رو داشت تربیت میکرد، ما رو درست کرد، ما رو رسیدگی کرد، ما رو متولد کرد. از لحظه‌ای که متولد شدیم تا لحظه‌ای که از دنیا میریم، این تربیت الله تعالی است. یک تربیت عام داریم که برای همه است و یک تربیت خاص داریم که برای خاص الله تعالی است. این تربیت خاص یک تربیت خاصه که برای خواص باست. اون تربیت عام بیشتر جنبه جسمی داره، بیشتر به نعمت‌های مادی میپردازه. تربیت عامش باسیه جنبه معنوی داره، جنبه معنوی داره. این تربیتی که الله متعال باز به ایمان می‌افزایه، تربیت ربانی میکنه. یا قل اینجا که الله متعال در آیه شریفه میفرماید کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، ربانی باشید، عالم ربانی. ما مثلا میگیم عالم ربانی، یک انسان ربانی، یک شخص ربانی، اینم از رب گرفته میشه. یعنی چی ربانیه؟ یعنی این رب رو شناخته، یعنی این رفته در مسیر رب، این تمام آن صفاتی که برای رب هست اینها رو قبول کرده و رفته در مسیر رب و خشوع داره و خضوع داره و حب داره و تواضع داره برای الله متعال و برای رب خودش. رب، اگر خلاصه کنیم موضوع رب رو، معنا و مفهومی که ما از رب داریم. الرب یعنی چی؟ خلاصه کنیم. اگه بخوام بحث بدیم موضوع رو خیلی طولانی میشه چون آیات فراوان است. الرب الا له الخلق والامر اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلق میکنه الله متعال، خالقه، نه تنها خالقه، چون خالق مالک هم هست، مالک مخلوقات خودشه، مالک خودشه، غیر از او کسی نیست. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب كل شيء، آیا غیر از الله متعال من ربی انتخاب بکنم در حالی که او رب همه چیز هست؟ رب خالق است، رب مالک است، رب
او متصرف در امور عالم. الله تعالی ما رو خلق میکنه و بعد از اینکه ما رو خلق کرد تربیت میکنه و بعد از اینکه ما رو تربیت کرد تمام متصرف در امور زندگی ماست، فقط اوست. و بعد از اینکه متصرف در امور زندگی ماست، تمام اختیار مرگ و زندگی ما و تمام عالمیان و تمام موجودات به دست الله متعال است. ما وقتی میگیم الرب، الحمدلله رب العالمین، تمام ستایش ها از آن الله هست. چرا؟ چون او رب عالمیان است. تا همه رو خودش خلق کرده، اختیار همه به دست خودش هست، مرگ و زندگی همه آنچه که مخلوقات است به دست اوست، متصرف در امور کل عالم به دست اوست و سید مطاع در بین همه عالم تنها اوست. و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. در آیه 83 سوره مبارکه آل عمران الله تعالی می‌فرماید تمام آسمان و زمین بخواند یا نخواند، چه با اختیار خود چه با اکراه و بدون اختیار خود تسلیم شده او هستند. چون ما در تمام قواعد و ضوابط و قوانین که الله متعال در خلقت آسمان ها و زمین داره تابع او هستیم. ما تابع این قوانینی. این قوانینی که امروز به اسم ریاضیات و فیزیک و چی و چی و چی و چی و چی الان ما داریم تدریس میکنیم، اینا رو که ما درست نکردیم. ما تازه فهمیدیم که همچنین قواعد و ضوابط و نظمی وجود داره در خلقت رب، در خلقت رب العالمین. ما تازه اینا رو فهمیدیم و تابع اینا هستیم یا نیستیم. این قوانین هست یا نیست. اینا جاری بر ما، بخوایم نخوایم این قوانین هست. ما چرا میریم مثلا یه قرصی که میگیریم میفهمیم که این حکایت ها هست در بدن ما، این مسیر رو سعی میکنیم این همونه که الله تعالی فرمود تمام آسمان ها زمین بخوان یا نخوان اونها تسلیم شده الله تعالی هستن و به سوی او برمیگردن. همین که مخلوقش هستن یعنی که تسلیم شده هستن. این معنی الرب است. وقتی میگیم الرب یعنی تمام این مفاهیم باید در ذهن ما بیاد که فقط الله تعالی است، که ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم. جزاکم الله خیرا. این معانی که ذکر کردین برای الرب از خلال آیات قرآنی هست. این مفهومی است که ما در قرآن الله متعال رب رو اینگونه برای ما معرفی میکنه. درست. جزاکم الله خیرا. اجازه بدین بریم به سراغ میان برنامه. بیننده عزیز، میان برنامه کوتاه را میگیریم و برمیگردیم با ادامه همین موضوع رب العالمین. با ما باشید. خداوندا تویی پروردگارم، همه از توست یا رب هرچه دارم. اگر عمری به سجده سرگذارم، نگردد شکر یک لطفی برارم. به داد ما ز گمراهی رسیدی و ما را بر هدایت رهنمودی. همه محتاج تو بی نیازی، ندانم از تو دیگر چاره سازی. تو را خوانم که دانم می توانی، و نزدیک تر به من از شهرگانی. فقط عالم تویی از علم غیبی، که ذاتی کامل و بی نقص و عیبی. تویی یکتا ترین یکتای پاکم، گواه ذات تو هر ذره خاکم. همه از هر نژاد و رنگ و دینی، تو را دانند که رب العالمینی. ولی دست نیاز بر غیر آرند، و نام خود مسلمان هم گذارند. بخوانند بر ندا
صدها خدا را، ز جمله انبیا و اولیا را. رسولان خود گدای ذات پاکند، ائمه ناتوان در زیر خاکند. ائمه ناتوان در زیر خاکند. اگر عمری ز وی فریاد خوانی، ندارد بر جواب تو توانی. ائمه اسوه‌ای از حق پرستند، که جز یکتای پاک حاجت نجستند. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. اگر حاجت ز کس جز او نجستی، مبارک بر تو باد یکتا پرستی. مبارک بر تو باد یکتا پرستی. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. من قلبي الحيران ناديت يا منان، وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان، وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. با سلام مجدد خدمت شما بیننده‌های عزیز و گرامی، با برنامه زلال ایمان خدمت شما هستیم. موضوع این هفته ما بود رب العالمین. در ابتدا استاد سلیمانی عزیز کلمه رب را در لغت عربی معنا کردند و معناهای آن را ذکر کردند و سپس اسم رب یا رب العالمین که در قرآن کریم گفتن بیش از 900 بار وارد شده است، تمام معانی های لغوی و بیشتر از آن را در بر میگیرد وقتی که این اسم برای الله متعال اطلاق می شود. استاد سلیمانی عزیز، البته خیلی جای تأسف است که باز هم بندی از بنده های الله، مخلوقی از مخلوقات الله، با این همه وضاحت و تصریحاتی که در قرآن کریم هست، الله متعال خود را با طریقه های مختلف خیلی واضح و صریح معرفی می کند، باز هم کسی بیاید و نشناسد رب خود را. واقعا زیانکار نیست؟ حقیقتش استاد رحیمی عزیز، اصلا مشکل همیشه انحراف در اعتقاد و باور. ما با کسانی که منکر وجود الله تعالی هستند صحبتی نداریم. بله. صحبت ما با کسانی است که معترف به وجود الله تعالی هستند اما راه به حقیقت نبردند و خوشحالم به تعبیر که قرآن یحسبون انهم یحسنون صنعا، و اونها گمان میبرند که به راه راست میروند
ما در ابتدای مباحث بحث برنامه زلال ایمان گفتیم و امروز هم اشاره کردیم که حتی ابوجهل هم در موضوع ربوبیت و ابولهب هم در موضوع ربوبیت الله متعال، یعنی رب دانستن الله متعال مشکلی نداشت. به همین خاطر که الله متعال همیشه وقت اونها رو خطاب قرار میده، اونها رو در موضوع ربوبیت خطاب قرار میده، اعبدوا ربکم. و یا در سوره مبارکه انبیا مثلا الله متعال میفرماید و انا ربکم فاعبدون، من رب شما هستم. وقتی ربم پس من عبادت کنید دیگه، فقط من عبادت کنید، غیر من عبادت نکنید. اما مشکل در اینه که تمام ریشه خرافات رو وقتی ما نگاه میکنیم میرسیم به این مشکل که و ما قدر الله حق قدره، الله رو اونگونه‌ای که باید بشناسن نشناختند. موضوع رب الان اگر ما شناخت ما نسبت به رب درست باشه، یعنی الرب رو در زندگی ما فقط اشاره کردیم به یک قطره از یک دریا، فقط اشاره کردیم. وقتی که ما میگیم رب العالمین، یعنی ما باید بیایم بشینیم همین رو اگر ما هفته ها دربارش فکر بکنیم، رب العالمین، خالق تمام آنچه که در آسمان و زمینه و متصرف در آنچه که در آسمان و زمینه و مدبر امور آسمان و زمین و به هر حال هر چی عزت هست، هر چی ذلت هست، هر چی به هر حال خوبی هست، هر چی خیر هست، هر چی مشکلات هست، هر چی سختی ها هست، کلید اینها و اختیار اینها به دست الله متعال است. اگر ما بیایم نگاه بکنیم خودمون یک انسان به تنهایی رو نگاه بکنیم که الله متعال چطور ما رو داره رشد میده، چطور لحظه لحظه زندگی ما بر الله متعال مشخصه و آشکاره. بعد از ما میلیاردها، قبل از ما میلیاردها، بعد از ما حیوانات. اینطوری نیست که رب من باشه فقط. خدا فقط یک بنده نداره به اون من باشم، فقط من رو خلق کرده باشه، فقط من یکی باشم. تمام قل اعوذ برب الناس. ببینیم الله تعالی میگه تمام انسان ها، هر انسانی که هست، حتی هر با انسانی مشکل داری، ربش الله تعالی است، قلبش دست الله تعالی است، اختیارش دست الله تعالی است، زندگیش دست الله تعالی است. هر کجا که میخوای بری، همه حتی اون کسانی که شما از غیر الله تعالی میخوانید، اونا خودشون الله متعال اختیار اون از الله متعال است. اونا محتاج به الله متعال هستن، اونا نیازمند به الله متعال هستن. همه رب همه الله تعالی است. و هو رب کل شیء. خالق اونها الله است، خالق کل شیء. الله متعال خالق کل شیء فرموده، رب کل شیء فرموده. رب معناش فراگیرتر از خلقه. گفتیم الله له الخلق و الامر. رب یعنی نه تنها خلقه بلکه فراتر از خلقه. نه تنها خلق میکنه بلکه بررسی میکنه، بلکه رسیدگی میکنه، بلکه تمام امور اونها به دست اینه، بلکه زندگی و حیات و مرگ اونها به دست الله متعال هست. رب رو ما وقتی که بشناسیم اون موقع تاثیرات شما در زندگی میبینیم. مشکل اینه که ما نشناختیم. وقتی که بدونیم که الله متعال رب هست، موقع وقتی که انسانی میدونه که الله تعالی است که من رو خلق کرده، من رو اون خلق میکنه، ذره ذره وجود من مال اوست، تمام زندگی من مال اوه. و ما بکم من نعمت فمن الله. اونه که من رو رسیدگی میکنه، اونه که من اختیار من دست اونه، مشکلات من دست اونه و همه چیز دست اون هست. اون موقع خود به خود ارتباط با الله تعالی درست میشه. نه تنها من، تمام موجودات همه نیازمند الله تعالی، همه ما گدای درگاه الله متعال هستیم. اون موقع الله متعال انسان میتونه به سمت الله متعال میره. اون موقع توکل انسان به سمت الله متعال درست میشه. اون موقع به سمت الله متعال انسان متمایل میشه. اون موقع به سمت الله متعال انسان حرکت میکنه. اون موقع در زندگی انسان یک آرامش میاد، یک اطمینان میاد، چون میدونه که یک ذات عظیم هست که همه چی اختیارش دست اونه. ترس از دل انسان میره بیرون، تذبذب از دل انسان میره بیرون، نمیلرزه انسان دیگه به راحتی. انسان وصل میشه با رب العالمین. رب العالمین از مهمترین اسمایی است که الله متعال خودش رو وصف کرده با این. یعنی همه چیز عالم به دست من، اختیار همه چیز به دست منه. همه چیز رو من خلق کردم، همه چیز رو من مدیریت میکنم، همه چیز رو من دارم تصرف میکنم درش. همه چیز به دست منه، اختیار همه چیز مال منه، همه چی مال منه. هر چیزی که شما دوره بر شماست مال منه. من خلقشون کردم، من دارم تربیتشون میکنم، من متصرف در اونها هستم، من سردارشونم، من آقای اونها هستم، من مالک اونها هستم. این رو بفهمید، این رو درک بکنید، این رو با تمام وجودتون بفهمید که فقط منم که این اختیارات رو دارم، این قدرت رو دارم، این عظمت رو دارم. رب العالمین منم، من الله هم. اینو درک کنید. در ذره ذره عالم، در ذره ذره عالم‌های دنیاهای مختلفی که شما تصور میکنید، فقط منم که متصرفم، منم که صاحب اختیارم، منم که این قدرت رو دارم. کجا دارید میرید؟ الیس الله بکاف عبده. آیا الله متعال برای بندش کافی نیست؟ اینه که ما میبینیم وقتی این شناخت درست میشه، اون موقع چی میشه؟ اون موقع رجوع میشه به سمت الله تعالی فقط. چرا در دعاهامون، دعاهایی که ما در قرآن کریم میبینیم،
چه از انبیای الهی، چه از اولیای الهی. مهمترین جمله‌ای که ذکر میشه ربنا. چقدر ربنا در قرآن ما داریم؟ چقدر دعاهایی هستن که با کلمه رب شروع میشن؟ اینه که ثمرات شناخت چیه؟ الرب، اسم الرب. ما وقتی که معناش رو فهمیدیم، مفهومش رو فهمیدیم، درک کردیم، تقرب پیدا میکنیم بهش. ما در ابتدای بحث اسماء و صفات گفتیم الله متعال فرمود ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. الله متعال اسماء نیک بسیار نیکو و بالایی داره، الله رو با اون اسماءش بطلبید. یکی از این اسما همین الرب هست. بالکل. که ما الان با این اسم الرب باید الله متعال رو بطلبیم. چطور؟ ما اول باید این معنی رو در وجودمون بیاریم. ما وقتی میخوایم دعا بکنیم مستحب است و سنته که ما دستامون رو میگیریم بس پیش الله متعال به این شکل، به مانند یک گدایی، یک فقیری انگار گدایی میکنه از کسی، دستامون اینطور میگیریم به سمت الله متعال، سرمون رو میندازیم پایین، دستامون رو بلند میکنیم با دلی شکسته و خاضع در برابر کی؟ اون کسی که منو خلق کرده. خلق کرده یعنی چی؟ یعنی تک تک سلولهای بدن من اختیارش دست اونه. تک تک تمام آن چیزی که دور بر من دست اونه. تک تک مولکول‌های عالم رو الله تعالی داره مدیریت میکنه. اون خلق کرده اصلا. همه چی به دست اونه. همچین احساسی وقتی به وجود میاد انسان میاد میشینه و دست بلند میکنه. اون موقع میگه ربنا. آدم علیه السلام دعا کرد، مادرمون حوا، اولین انسان‌هایی که الله متعال پدر خلق انسان‌ها، پدر و مادر انسان‌ها. ربنا. چطور دعا کردن الله متعال؟ ربنا. گفتن رب، تو ربی، تو مالکی، تو خالقی، تو رازقی، مرگ و زندگی دست توه، تمام وجود ما مال توه، اختیار مال توه. ربنا ظلمنا انفسنا، ما ظلم کردیم به خودتون، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگه ما رو نبخشی، اگه ما رحم نکنی، ما خیلی زیان کردیم. وقتی الله متعال انسان رو رد بکنه مشخصه که ضرر میکنه. نوح علیه السلام نگفتن به حق فلان ولی فلان نبی. تمام انبیای الهی و اولیا ببینیم چی کار کردن، ببینیم چطور دعا کردن. نوح علیه السلام، من نمونه فقط ذکر میکنم. نوح علیه السلام و نادى نوح ربه، باز کلمه رب میاد و فرمود نادى نوح الله و نادى الله و نادى الرحمن رب و نادى نوح ربه ربي ان ابني من اهلي فقال رب ان ابني من اهلي. اونجا که پسرش کنعان داشت غرق میشد گفت ربی اعتراف به چیه؟ اعتراف به ذلت در برابر خالقه، به بندگی. وقتی من میگم یا رب یعنی تو خالق منی، تو مالک منی، من گدام، من فقیرم، من در به در، من هیچی نیستم اصلا، من هیچی نبودم، تو منو خلق کردی، تو منو رشد دادی، تو منو به اینجا رسوندی. اختیار تک تک سلولهای بدن من، قلب من، روح من، جسم من و نه تنها من، اون شیطانی که در برابر منه و من رو گمراه میکنه به دست توه، اون دشمنی که من ازش میترسم به دست توه، اون مشکلی که اونجا گیر کردم اختیارش به دست توه، چون تویی که رب کل شیء، تو همه چی به دست توه. هر مشکلی اگر هست، هر سختی اگر هست، هر مصیبتی اگر هست، هر کمی اگر هست، هم کاستی اگر هست، هر احساس خطری اگر وجود داره اختیارش دست الله تعالی است. من وقتی میام پیشش دعا میکنیم یا رب، همین یا رب خودش اعتراف به تمام این چیزها است. اینه که بعدش دعا شروع میشه. نوح علیه السلام همینو گفت. ابراهیم علیه السلام چی گفت؟ گفت که ربنا تقبل منا، پروردگارا، خدای ما، ای رب ما، ربنا تقبل منا، از ما قبول بکن. درباره موسی علیه السلام وقتی که نگاه بکنیم رب اشرح لی صدری، داره میخواد بره دعوت شروع بکنه. ربی اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی، تو خالقی، تو رازقی، همه کارا رو تو میکنی، این سینه من رو اختیارش دست توئه، بزرگش کن. این لکنت زبانی که من دارم اینو یکمی حلش کن، مشکلش رو، کار من آسون کن، همه کار تویی. وقتی که میایم سراغ بقیه انبیای الهی، وقتی که نگاه میکنیم زکریا و زکریا اذ نادى ربه، رب رو صدا میکنه. چرا؟ فرزند نداره، نه مشکلی بی فرزندیه. الله است که خالقه، الله است که رازقه، الله است که این کار انجام میده. رب که
تربیت میکنه، بچه رو خلق میکنه، میده دست پدر و مادر و خودش هم داره تربیت میکنه، خودش بزرگش میکنه و پدر و مادر هم وسیله میکنه. و زکریا اذ نادى ربه ربی، باز دوباره گفت رب هب لی من لدنک ذریة. در سوره مبارکه انبیا باز به تعبیر دیگر ربی لا تذرنی فردا، من تنها نگذار و انت خیر الوارثین، یه بچه من بده. فاستجبنا له و وهبنا له یحیی، دعاش رو قبول کردیم بهش یحیی دادیم. رب، وقتی انسان رب رو میشناسه، ببین حضرت زکریا به عمر رسیده که امیدی نداره، اصلا تعجب میکنه وقتی بشارت بچه‌م بهش دادن، تعجب کرد من پیرمرد و زن من پی از کار افتاده، اما رب وقتی که بخواد، رب العالمین اختیار دستشه، شطوری رو از داخل کوی میاره بیرون. معجزه حضرت سمود، حضرت ایوب در این ما الان خیلی از این حکایت حضرت سلیمان علیه السلام چرا به حق آدم، حق حوا، حضرت زکریا فقط الله رو میطلبه، میتونست بگه ابراهیم به حق جدش به من چیزی بده، جدش ابراهیم بود، میتونست بگه اما نگفت. چرا که میدونه خدای ابراهیم، رب ابراهیم الله تعالی است. چرا از خود الله نخوام؟ و نحن اقرب الیه من حبل الورید، وقتی که شارک گردن به انسان نزدیکتره، وقتی که بین ما و الله تعالی هیچ دوری نیست، هیچ فاصله ای نیست. ارحم الراحمین مگه نیست؟ رب العالمین اون منو خلق کرده، اگه اون به من مهربان نباشه کیه مهربان تر از اون به من؟ اونه که منو خلق کرده، اختیار تمام وجود من دست اونه. ایوب علیه السلام مریض افتاده، مریضی ایوب علیه السلام معروفه، بله، و صبرش هم معروفه. و ایوب اذ نادى ربه، ندا کرد ربش رو. چرا الله تعالی میفرماد نادى ربه، نمیگه نادى الله؟ چرا میگه الله رو صدا کرد؟ رب رو مطرح میکنه. الرب کسی رو ندا کرد که خالقشه، که مالکشه، که متصرف در امورشه. این خیلی مهمه، که باب الحوائجه، که اختیار حاجت ها پیش اوست. اگر کسی مشکلی ساخته بشه، اگر مشکلی قرار حل بشه، پیش الله تعالی است. اونه که حاجت روا میکنه، اونه که میده، اونه که این مشکلات و مصیبت ها رو حل میکنه. و ایوب اذ نادى ربه، فقط رب رو طلب میکنه تا الله تعالی خوب بفهمونه به مخاطبین قرآن کریم، تا به ما مؤمنان یاد بده که رب رو صدا کنید، یعنی اون کسی که فقط او خالقه، فقط او مالکه، فقط او رازقه. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. و حتی اگر بیام به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه بکنیم، درباره خانم ها آسیه که به هر حال بانوی بانوان تاریخ است، امرأت فرعون، الله تعالی مثال زده برای ما، فرمود رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. رب ای رب من. فرعون داره و عذابش میکنه، داره میکشتش، داره زجر کشش میکنه، میگه رب خالق من توی، مالک و متصرف من، یه خانه در بهش میخوام ازت. مادر مریم رب انی نذرت لک ما فی بطنی محرر. رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعاهایی که قرآن فرمود که اینطور رو بخون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. ربنا چقدر در قرآن زیاد داره، خیلی. هر چی رب در قرآن هست و ربنا هست، دعاها با رب شروع میشه و ربنا شروع میشه. چون انقدر تاکید حتی در سید الاستغفار که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود این سید الاستغفار هست، اللهم انت ربی، اعتراف به ربوبیت الله تعالی، ربوبیت الله تعالی، اعتراف به ربوبیت، اعتراف به اسم الرب و صفت ربوبیت. و این مورد که فقط تنها الله خالقه و مالکه و متصرف در امور ماست و مدبر امور ماست و مرگ و زندگی ما به دست اوست، این قدم اول دعاست و بلکه قدم اول عبادته. اگر ما الله را به عنوان رب نفهمیدیم یعنی چی؟ رب یعنی چی؟ و نشناختیم ربوبیت الله تعالی رو، الرب رو نفهمیدیم، اون موقع در عبادت مشکل داریم. همین خاطر که هر جا میبینیم الله متعال بحث عبادت رو میکنه، اولین خطاب قرآن یا ایها الناس اعبدوا ربکم، عبادت کنید تنها ربتون. رب رو اول باید شناخت که کیه رب؟ الرب. و چه صفاتی است و چه معانی داره الرب؟ و انا ربکم فاعبدون، منم رب شما، من عبادت بکنید. و اینه که ما باید بگیم قل اعوذ برب الناس. به کی پناه میبریم؟ به رب، رب مردم، رب الناس، نه خود الناس، به رب الناس. انبیا جز ناسن، اولیا جز ناسن، ما پناه میبریم به رب الناس، نه به خود مردم.
به خود مردم پناه نمیبریم، به انبیا پناه نمیبریم، به اولیا پناه نمیبریم، به خدای اینها، به رب اینها پناه میبریم. اگر به قبرشان ببریم چی میشه؟ رب وقتی که گفتیم رب العالمین یعنی همه چیز، دیگه هیچ استثنایی باقی نمیمونه. و این از تأثیرات اینه که ما اول رب رو بشناسیم، رب رو تفکر کنیم در معانیش و در دعاهای خودمون همیشه این وقتی که میگیم ربنا این معانی در دل ما بیاد که یعنی ما همچین ذاتی رو داریم، میطلبیم و از او طلب بکنیم و نتیجهش این میشه که فاستجبنا له، الله متعال استجابت میکنه. واقعا وقت برنامه به پایان رسیده است. موضوع خیلی جالب بود. امیدوار هستم که مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. استاد سلیمانی عزیز، به نظر من جنایتکارتر از اونهایی که مردم را از رب دور کردن به این سنگ و حجر و قبر و این و آن بردن، از اونها جنایتکارتر در روی زمین شاید نباشه. یقینا اون هم به نام دین. یقینا همین گونه است که الله متعال را میفهمد ظالم‌تر از کسانی که من میکنن از راه الله متعال و یفتری علی الله الکذب و به دروغ چیزهایی رو به الله متعال نسبت میدن تا لیضل الناس عن سبیله، تا الله تعالی مردم رو از راهش دور بکنن. از اینها خود الله تعالی میفهمد ظالم‌تر و از اینها گمراه‌تر کسی وجود نداره که کسی به جایی که به الله تعالی برسونن اونها رو از الله تعالی دور میکنن. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. تشکر از تک تک شما عزیزان گرامی که تا این لحظات با ما بودید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران. ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني